ای برادر، ما و تو هم نفسیم، بلبل باغ گل یک چمنیم. در حالی که ما برادریم، در این صبح صادق مژده برای شما برادروار میرسانم. نشان طلا از قهرمانی جهان جوانان گشتین جدا. مؤلف این مدال طلا محیدین اسدالله‌ف است. این بلند پرواز کشور با شکست رقیبان قوی از قبیل پهلوان ازبک، پهلوان الژیری، قهرمان جهان گشتین جدای ژاپنی و حتی در قسمت فینالی با شکست باز هم ژاپنی رقم یک شد و این نشان زرین طلایی را به گردن آویزان کرد. پهلوان ما چون عقاب میمون که رقیبان را چنگال میگرفت و زمین می آورد. این بود که او رقم یک شد. با این خاطر در عرفه جشن‌های ملی، در این روزهای شادی، بار دیگر نشان طلا برای همگان مبارک باشد. بیایید همدیاران عزیز این مژده نکو را برای همدیگر میفرستیم و صدای خود را چون پیشوای معظم میگوید بالا میبرداریم. تاجیکستان با پیش، پهلوانانش با پیش.